صوران دیدار تیم‌های النصر و الحزم. فرصت در همین ثانیه‌های ابتدایی ضربه رونالدو و توپی که اونجا قرار این موقعیت برای تیم فوتبال حزم ضربه‌ای که زده شد و یه پاس برای کینگزلی کومن، یک سوم دفاعی حزم. فرصت برای تیم النصر رونالدو و توی دروازه، اما گل مردود اعلام شد. زاویه خیلی تنگی بود و گل پذیرفته شد. خدمتتون عرض کردم. یه پاس دیگه کریستیانو رونالدو و تموم بعد کنه. باید هست برای تیم فوتبال النصر. و فیلیکس چه پاس رو داد برای یک کومن و توی دروازه. گل دوم برای تیم النصر به ثبت میرسه. چقدر راحت دروازه رو باز میکنه کینگ. یه پاس عالی، چه فراری میکنه سادیو مانه. ضربه رو زد. ژائو فلیکس ارسال میکنه، موقعیت برای رونالدو. گل سوم میزنن یا نه؟ رونالدو ضربه رو زد. ژائو فلیکس فرصت ایدئال رو از دست دادن. چه توپی گرفت زاهد سمت راست، چقدر راحت رد میکنه این آنجلو گارسیا. آنجلو و توی دروازه. گل سومو میزنه برای تیمشون آنجلو گابریل، 21 ساله برزیلی. برخط میبینیم دیگه که النصر رفته به صدر جدول. یه پاس برای رونالدو و توی دروازه. چهارمین ضربه رونالدو هم تبدیل به گل شد. النصر 4 حزم 0.